این ویدیو میخوام 5 تا اشتباه رایجی که هر دختری موقع خرید لوازم آرایش انجام میده رو بهت بگم. پس خیلی حواست باشه. سلام خوشگلا، حالتون چطوره؟ این اولین ویدیوی یوتیوب منه، چون دوست داشتم یه جمع از دختره یا پر انرژی باحال رو بیارم تو یوتیوب که کنار همدیگه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بگیم، بخندیم، اطلاعاتمون رو ببریم بالا و هر روز خود زیباترمون باشیم. حال شما چطوره؟ اینجا برام میتونین کامنت بذارین، با هم دیگه اطلاعات رد و بدل کنیم و در مورد هر موضوعی که دوست دارین من اینجا براتون اطلاعات میذارم. فقط کافیه که این زیر بهم بگین و منو سابسکرایب کنید. بعد از چند سال سابقه توی حوزه لوازم آرایشی خارجی و ایرانی و تولید لوازم آرایشی، میخواستم توی این ویدیو چند تا نکته خیلی مهم بگم. انقدر مهم بود که خواستم موضوع اولین ویدیو رو بهش اختصاص بدم. چرا؟ چون دوست دارم خیلی مراقب خودتون باشین و هر روز پوست و موی بهتری داشته باشین. راز اول، تاریخ انقضای لوازم آرایش اصلا شوخی نیست. بماند که ما تو ایران اصلا هیچ بازرسی بابت تاریخ انقضای لوازم آرایشی نداریم. لوازم آرایشی مثل همون غذاست که اگه کپک زدش رو بخوریم مسموم میشیم. و حالا اگر لوازم آرایشی تاریخ انقضا گذشته استفاده کنین، قطعا پوستتون مسموم میشه. پس اگر پوستتون لک آورد یا جوش زد، حتما تاریخ انقضای لوازم آرایشی که تو خونه دارین یا اون لوازم آرایشی که دارین میخرین رو بررسی کنین. راز دوم، اصلا مهم نیستش که لوازم آرایشی که میخرین گرونه یا ارزونه. ممکنه بعضی لوازم آرایشی گرون هم حتی توش مواد مضر مثل پارابن، فتالات یا پارافین داشته باشن. پس خیلی مهمه که پشت محصول رو بخونین. اگرچه نمیشه 100% اعتماد کرد که شاید اصلا نزده باشن پشت محصول که اون لوازم آرایش اون جزئیات رو داره، ولی حتما حواستون به این باشه که اون لوازم آرایش که میخرید چه گرون چه ارزون، مواد تشکیل دهندش چیه، چون نمیخواید به پوستتون آسیب بزنید که. راز سوم، بچه‌ها وقتی که میرین پای سند لوازم آرایشی، لوازم آرایشی که اونجا استفاده شده نزنید به پوستتون. نمیخواین پوستتون خراب شه که معلوم نیست چه آدم‌هایی یا چه باکتری‌هایی اومدن از اون لوازم آرایش استفاده کردن. پس شما نمیتونین از تسترها استفاده کنین و تسترها عملاً احتمالاً فقط برای چند ثانیه استفاده، اونم روی پوست دست ساخته شده، نه پوست صورت که اینقدر حساسه. پس به هیچ عنوان از تسترها استفاده نکنید. راز چهارمی که هیچکی دوست نداره بهتون بگه، بچه‌ها یه سری لوازم آرایش‌ها توی یه سری دماها واکنشایی نشون میدن که اگه ما به پوستمون بزنیم معلوم نیستش که چه بلایی سر پوستمون میاد. پس اگه مطمئن نیستین که اون لوازم آرایش چجوری وارد شده، تو چه محیط و چه دمایی نگهداری شده، نخرید. راز پنجم بهت بگم که خودم با گوشت و پوست و استخون درکش کردم، چون من برای خرید یه سری لوازم آرایش که شما به من سفارش داده بودین رفته بودم دبی که از نمایندگی بگیرم. اونجا به من گفتن یه بازاری هست که کل عمده فروشای ایران از اونجا لوازم آرایششون رو تهیه میکنن. بعد از پرسجوهای زیاد با یه آدم خبره که چندین ساله تو این کاره، به من گفتش که چرا فکر میکنی که اونا اصلا لوازم آرایش رو از هیچ جا جز نمایندگی نگیر. پس فکر نکنین اگر دارین از دبی خرید میکنین یا از کسی که از دبی داره لوازم آرایش وارد میکنه صرفا اصله، مخصوصا مکمل هایی که قرار خورده بشه و با معده سر و کار داره. خواستم حواستون باشه بچه‌ها، جز نمایندگی و جز از آنلاین شاپ معتبر لوازم آرایش نگیرین. دنیای فیک خیلی دنیای وسیعیه و عیناً کپی محصول میزنن که بتونن بفروشن. پس اینجور نیستش که اگر یک تغییر ظاهری توی محصول بود نشون دهنده فیک یا اصل بودنشه. حتی بارکد هم مشخص نمیکنه و این واقعیت خیلی وحشتناکه. این در مورد لوازم آرایش بود. حالا شما میتونید در مورد کفش یا لوازم خونه یا هر چیز دیگه‌ای در نظر بگیرید. پس اگر کسی بهتون گفت از ترکیه یا دبی وارد شده، صرفاً این نیستش که اصل باشه. حواستون خیلی به خودتون باشه. زیبایی بچه‌ها از آگاهی شروع میشه. خیلی دوستتون دارم. اگر از این مطلب خوشتون اومد و خواستین رازهایی رو که هیچ کسی بهتون نمیگه من اینجا بهتون بگم، چون دوست دارم جامعه‌ام یه عالمه دختر راضی و خوشحال داشته باشه و اونجوری که دلتون میخواد خودتون باشین زندگی کنین رو بهتون میخوام بگم. پس سابسکرایب کنین اگه دوست داشتین این مطلبو و با من همراه باشین. یادتون نره زنگوله رو بزنین.